3 مهارتی که درآمدتون رو 5 برابر میکنه اما هیچ کس به شما نمیگه. 1. مهارت اسکن فرصت‌ها. انسان‌های معمولی دنبال کارند، اما انسان‌های ثروتساز دنبال فرصت. به این معناست که مغزتون یاد بگیره بین صدها نویز یک فرصت رو در 5 ثانیه تشخیص بده. این دقیقاً همون چیزیه که میتونه درآمد شما رو 5 برابر کنه. 2. فشرده‌سازی تصمیم‌ها. افراد معمولی در تصمیم گیری گیر میکنن، اما ثروتمندان تصمیم ها رو فشرده میکنن. این یعنی توی 30 ثانیه تصمیم میگیرن، چون میدونن که سرعت برابر با فرصت فشرده سازیه. تصمیم به این معناست که هر چقدر تصمیمات کوچیک رو سریعتر ببندید، انرژی ذهنی شما برای تصمیم های پولساز بیشتر میشه. 3. اهرم کردن الگوها. ثروتمندان ثروتمند نیستند چون بیشتر کار میکنند. ثروتمندند چون الگوها رو میشناسند. زمانی که چیزی جواب میده 10 برابرش میکنن، نه 1% بهتر. 99% مردم الگوها رو پیدا میکنند، اما 1% ازش اهرم میگیرن. همون 1% ثروتمندان آیندن. اگه به دنیای ثروتمندان علاقه داری، حتما پیج رو فالو کن.